یتیم پسری به مادرش گفت: مادر جان، برای چی دوستانی من پدر دارم ولی من ندارم؟ مادر در جواب گفت: برای آن که من تو را از بازار خریدم. پسر سوال داد: قیمت خریدین؟ مادر گفت: بله. باز پسرک سوال داد: پولتان نرسید؟ مادر گفت: نه البته جان مادر، برای چی این دفع سوال میدهی؟ در چشمان پسرک اشک جاری شد و گفت که پدر نخریده. یک بردیدنی روی پدر زار، یک دایم پدر را میکند خوار. من از این کار قسمت در عجیبم، خدایا این چی سیر از تو چی اسرار. من از این کار